تا حالا شده به نمودار قیمت نگاه کنید و احساس کنید که انگار دارید یه زبان کاملاً بیگانه رو میخونید؟ خب امروز دقیقاً میخوایم همین مشکل رو حل کنیم. قراره با هم استراتژی BST یعنی همون Banker Smart Traders رو باز کنیم و ببینیم چطور میتونیم مثل یه نقشه داستان پشت حرکات بازار رو بخونیم. خب اما قبل از اینکه بریم سراغ خود نقشه، خیلی مهمه که بدونیم هر تریدری چه تازه کار چه حرفه‌ای یه سفری رو طی میکنه. بیایم با هم یه نگاهی به مراحل این سفر بندازیم، چون کل این استراتژی دقیقاً طراحی شده تا توی همین مسیر راهنمای ما باشه. ببینید این سفر 4 مرحله خیلی کلیدی داره. همه چیز از ناشایستگی ناخودآگاه شروع میشه. یعنی اونجایی که ما اصلاً نمیدونیم که چی رو نمیدونیم. بعدش میرسیم به مرحله دوم، ناشایستگی خودآگاه. این مرحله شاید یکم دردناک باشه، ولی کاملا ضروریه. اینجاست که میفهمیم وای چقدر چیز هست که باید یاد بگیریم. ولی خب با تمرین و تکرار وارد مرحله شایستگی خودآگاه میشیم. یعنی میتونیم معامله کنیم، ولی با کلی تمرکز و فکر. و در نهایت هدف اصلی، اون مرحله نهایی، شایستگی ناخودآگاه هست. جایی که دیگه تحلیل و معامله کردن برامون مثل نفس کشیدن، کاملا طبیعی و ذاتی میشه. خیلی خوب. پس بیایم بریم سراغ لایه اول، یعنی پایه و اساس مطلق این استراتژی. چیزی که خود منبع اصلی بهش میگه پادشاه تحلیل تکنیکال. به زبون خیلی ساده، ساختار بازار یعنی چی؟ یعنی یاد بگیریم نبض بازار رو حس کنیم، ریتم و ضربانش رو از روی همین قله‌ها و دره‌ها تشخیص بدیم. این واقعاً اولین و مهمترین چیزیه که باید روی نمودار دنبالش بگردیم تا بفهمیم اصلاً داستان چیه و جهت کلی حرکت به کدوم طرفه. مثلا توی یه روند صعودی سالم قیمت چی کار میکنه؟ یه سقف بالاتر میزنه، یعنی یه هایر های، بعد یه اصلاح کوچیک میکنه به یه کف بالاتر، یعنی های لو. اما لحظه کلیدی دقیقاً اینجاست، وقتی قیمت با قدرت برمیگرده و اون سقف قبلی رو میشکنه. به این اتفاق میگن شکست ساختار یا همون BOS. این برای ما مثل یه مهر تاییده که روند صعودی همچنان ادامه داره. و خب طبیعتاً دقیقاً برعکس این داستان هم صادقه. یعنی توی روند نزولی ما دنبال کف‌های پایین‌تر یا lower low و سقف‌های پایین‌تر یا lower high هستیم. هر بار که یک کف مهم به سمت پایین شکسته میشه، یه BOS دیگه داریم که به ما میگه قدرت همچنان دست فروشنده هاست. خب تا اینجا ما اسکلت بازار رو شناختیم. حالا وقتشه که روی این اسکلت گوشت و پوست اضافه کنیم. یعنی بریم سراغ لایه دوم، پیدا کردن اون نقاط کلیدی و حساس که قیمت به احتمال خیلی زیاد توشون واکنش نشون میده و تغییر و جهت میده. به این مکانهای کلیدی میگیم نواحی عرضه و تقاضا. بهترین راه برای تصور کردنشون اینه. بهشون مثل ردپای بجامونده از غول‌های بازار، یعنی همون بانک‌ها و مؤسسات بزرگ فکر کنید. اینا مناطقی هستند که یهوی عدم تعادل خیلی شدید بین خرید و فروش اتفاق افتاده و کلی سفارش جامونده وجود داره. و حدس بزنید چی؟ قیمت عاشق اینه که برگرده و اون سفارش‌ها رو جمع کنه. این نواحی معمولاً توی یه فرایند 4 مرحله‌ای شکل میگیرن. اول قیمت یه مدتی توی یه محدود رنج میزنه، انگار داره نفس میگیره و سفارش جمع میکنه. بعد بوم، یه حرکت انفجاری و قدرتمند از اون محدوده شروع میشه. اما نکته جالبش اینجاست. قیمت خیلی وقتا یه سر میگرده به همون نقطه شروع حرکت تا سفارش‌های جامونده رو برداره. به این میگن میتیگیشن و بعد از اون تازه حرکت اصلیش رو در جهت جدید ادامه میده. خب تا اینجا فهمیدیم چی مهمه، یعنی ساختار، و کجا مهمه، یعنی نواحی عرضه و تقاضا. اما سوال اصلی، اون سوال میلیون دلارینه. اصلا چرا قیمت باید به این نواحی برگرده؟ و اینجاست که میرسیم به لایه سوم، یعنی دنبال کردن ردپای پول هوشمند. این همون نیروی محرکیه که قیمت رو به سمت این نواحی هل میده. جواب اون سوال چرا فقط یک کلمه است: نقدینگی یا همون لیکویدیتی. به نقدینگی مثل بنزین ماشین بازار نگاه کنید. بدون اون بازار حرکت نمیکنه. مؤسسات بزرگ، یعنی همون پول هوشمند، برای اینکه بتونن سفارش‌های چند صد میلیون دلاری خودشون رو پر کنن بدون اینکه قیمت رو جابجا کنن، به شدت به این بنزین یعنی نقدینگی نیاز دارن. خب حالا این نقدینگی کجاست؟
دقیقاً همون جایی که من و شما و بقیه معامله‌گرهای خرد استاپ لاسامون رو میذاریم. فکر کنید بالای اون سقف‌های مشخص یا زیر اون کف‌های واضح. همه این مناطق مثل استخرهای پر از نقدینگی میشن و برای پول هوشمند این استخرها مثل یه هدف خیلی جذاب و وسوسه انگیز به نظر میان. و اینجاست که کل پازل کنار هم چیده میشه. ببینید مؤسسات بزرگ خیلی وقتا حرکات قیمت رو مهندسی میکنن. یعنی عمدن قیمت رو به سمت این استخرهای نقدینگی هل میدن تا استاپ لاس ها رو فعال کنن. با فعال شدن اون استاپ ها سفارشای خودشون پر میشه و بعد بازار رو در جهتی که از اول میخواستن حرکت میدن. خب بسیار عالی. ما 3 لایه اصلی رو شناختیم: ساختار، نواحی کلیدی و نقدینگی. حالا سوال اینه چطور این 3 رو مثل قطعات پازل کنار هم بذاریم تا یه نقشه راه معاملاتی مشخص داشته باشیم؟ بیاین یه مدل ورود ساده شده رو با هم مرور کنیم. قدم اول، یه ناحیه عرضه یا تقاضای مهم رو توی تایم فریم بالا، مثلا روزانه یا 4 ساعته پیدا می‌کنید. قدم دوم، صبر می‌کنید. منتظر می‌مونید تا قیمت به اون ناحیه برسه و یه تیکه نقدینگی رو جارو کنه، یعنی استاپا رو بزنه. قدم سوم، حالا میرید تایم فریم پایین‌تر و دنبال یه تغییر شخصیت یا همون CHOH می‌گردید. این اولین چراغ سبزه که به ما میگه جهت شاید داره عوض میشه. و قدم آخر، روی پولبکی که بعد از این تغییر شخصیت اتفاق میفته، میتونید برای ورود به معامله برنامه‌ریزی کنید. خیلی خوب. حالا که این نقشه راه رو داریم، بیایم برگردیم به نقطه شروع. یعنی همون سفر یک معامله‌گر که اول بحث در موردش صحبت کردیم. ببینید، فهمیدن این نقشه و این مفاهیم تازه اولین قدمه. همونطور که توی خود منبع اصلی هم به وضوح گفته شده، معامله‌گری آسان نیست. شما باید این ویدیوها را چندین بار ببینید و روی نمودار تمرین کنید. این کار زمانبر است. تسلط فقط و فقط با تمرین و تکرار و ساعتها خیره شدن به نمودار به دست میاد. پس نکته کلیدی که میخوام یادتون بمونه اینه: این چارچوب یه فرمول جادویی یا یه ربات پولساز نیست اصلاً. این یک عینکه، یک لنز جدیده که وقتی روی چشمتون میذارید بهتون کمک میکنه تا حرکت قیمت رو متفاوت ببینید، تا بتونید داستان پشت نمودار رو بخونید، داستانی که با همین 3 عنصر یعنی ساختار، نواحی سازمانی و نقدینگی نوشته شده. و این همون فکریه که میخوام باهاش شما رو تنها بذارم. چی میشه اگه از این به بعد هر نموداری که بهش نگاه میکنید دیگه براتون یه سری خطوط بالا و پایین تصادفی نباشه؟ چی میشه اگه بهش به چشم یه داستان نگاه کنید؟ داستانی از انگیزه‌های غول‌های بازار که منتظره تا شما بخونیدش. و حالا شما ابزار لازم برای رمزگشایی این داستان رو دارید.